چشم علی، پلاک 5، آرامگاه سرشناس‌ترین باغبان گل‌های وطن، جبار باغچبان. کسی که 100 سال پیش با وجود مخالفت مقامات بنیانگذار اولین مدرسه آموزش ناشنوایان در ایران شد و در حالی که دختران اجازه تحصیل نداشتند به آنها به صورت قاچاقی آموزش خواندن و نوشتن میداد. بنیانگذار اولین کودکستان ایرانی و نویسنده بهترین کتاب کودک در سال 1307 به انتخاب مجمع جهانی کتاب. اینو میچشم بارون نمیخوره، سنگ نمیریزه، درخت پوزش مونه. اینو من نگه میدارم اینجا هستم، میگم خونا داره. ارزشمنده، زحمت کشیده، اون فدا کردیم، ناشنوایان رو چیز کردیم. الان ارزش قائل میشم بابا ننش همه. اینقدر آدمی که خوب و چیز زحمت کشیده توی بچه ها الان همه ناشنوا میگه این باعث شده ولی ما گوشه خونه گوشه ایمریشی به ما ارزش قائل میشه. باعثش جبار باغچبان بود، خدا رحمتش کنه. مرد آدم مهم، مرد مومن، مرد مسلمان اینو میگن. غیر از اینه